و اصلا تفاوت این کتاب یعنی فرقیت این کتاب در مفهوم محتوا از کتاب‌های دیگر شما با چی فرق میکند؟ فرقش در این است که مثلا همین کتاب انشاءات‌های دوران استقلال با 3 زبان نشر گردیده است. یکم فرقش همین است. دوم که قریب در اینجا همه انشاءات‌هایی که در مرکز در شهر دوشنبه در طول 30 سال استقلالت بنیاد گردیدن همینا همش درج گردیده. در آماده و روی چاپ آمدن یا دسترسی معلومات هایی که در این کتاب جای دادید کیها سهم داشتند؟ البته ما این سال 2015 علاقه سر کردیم، مواد را جمع آوری سر کردیم با ژورنالیستان سابقه دار باقی مانده. من خودم همین مواد را جمع کردیم تا همین دوره استقلال به چاپ رساندیم. چی نقشه و نیت ها هست در آینده؟ اکنون اینجا یک مرحله اول این کتاب ما علاقه تهیه کردیم به چاپ رساندیم و در آینده مواد مثلا و باقی مانده ساختمان هایی که مثلا حالی در شهر در جمهور و ادامه دارند در کتاب های آینده خواه ما را حتما درج میکنیم. در شرایط همین روزه چون این کتاب ها خیلی کم دچار می آید در کتابخانه ها و یک نوگانی است، یک نوآوری است، مخصوصا در همین سالهای اعلان سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی، یعنی هر یک سیاحی که به وطن ما می آید واقعا نیاز دارد به همین خیلی کتاب هایی که معرفگر انشاءات های ما باشد، معرفگر دستاوردهای دوران استقلال ما باشد، بخصوص آن انشاءات های عظیم و محتشم. و اینجا یک اقدام خوب دیگری هم شما انجام دادید، همین انشاءات با 3 زبان یعنی تاجیکی، روسی و انگلیسی آوردید که هر یک سیاح می تواند که مطالعه کند. ما